دوستان خوش اومدید به این ویدیو جدید. من مدی 34 هستم. به امروز اومدم آموزش بدم چجوری مراحلی که انجام میدید رو سیو کنید و بازی رو چجوری ببندید روی PS5. همونجوری که میبینید شما مثلا یه ماموریت رو انجام میدید، بازی میکنید، دوست دارید سری بعدی انجام بدید، همینجوری همین ماموریت باشه که از اول انجام ندین. برای همین چیکار میکنین؟ به فرض مثال ما یکم دور بزنیم اول که بازی کنیم. میایم مثلا این ماشین چه ماشینی باشه، میریم سوار این ماشین میشیم و میریم دور میزنیم و از این حرفا. یا خیلی بیشتر این روی ماموریت انجام میدن و بازی میرن بیرون میرن ماموریتشون سیو نشده. چرا؟ همینجور الکی. و شما خیلی بعضی اعصابشون خورد میشه و مجبور میشن که از اول اون ماموریت ها رو برن. آقا شما میرین ماموریت رو انجام میدین، کاراتون که تموم شد، بعد یک دفعه همه کارا رو کردین دیگه، میان چیکار میکنین؟ گوشیتون رو باز میکنید. گوشیتون که باز کردید یه دونه میان اینور این گزینه رو داریم میبینین. این گزینه میتونید شما با این گزینه میتونید سیو کنید. روی زبر که بزنید شما سیواتون رو بالا میاره. این خودش خیلی خفنه. بعد شما با یه دونه زبر زدن با یه دونه زبر دیگه میگه تا همینجا بازیتون رو میخواید سیو کنید، شما میگید بله درسته، تا همینجا بازیتون براتون سیو میشه. هر چیزی که دارید براتون سیو میشه. و یه بعضی هم هستن همینجوری مثلا بازی میان اینجا و یه دفعه اینجا میزنن روی این، میان اینجا PS5 رو خاموش میکنن. به این صورت این کاملا اشتباه. این حرکت رو به هیچ عنوان انجام ندید. شما با استفاده از زدن این دکمه استوپ هستش که میره داخل مپ، با این دکمه شما میایید اولین کاری که میکنید چیه؟ میایید میزنید روی این که بیاید بیرون. نه بیاید بیرون. بعد میزنید رو همون استوپه، بعد اینو بالا میارین میشه کلوز ای گیم. شما میتونید بازی رو اینجا ببندید. وقتی بازی رو اینجا ببندید دیگه احتمال این که شما بخواد مثلا 1% این بازی که دارید بپره واقعا خیلی کمه. یا میگم بپره، بازیتون نمیپره، ماموریتایی که انجام دادید منظورمه. بله، امیدوارم از اینجور ویدیو خوشتون بیاد. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. Walk over to a fry,